یک آهنگ جدای خاص خاص و فرمایش استاد جلیل جان تخاره و از دوست دخترش خیاط دخترک هم فرمایش داره. نویسنده شیر هم شاعر جلیل جان تخاره و صدای عبدالله سرداش و عبدالله سرداش هم این دوتا شده براتون اجرا میکنند. بشنوین لذت ببرید. عشقم از این دوری تو من ناله دارم، با زنگ تلفنی تو من انتظارم. من همیشه میگم تو را دوستت دارم، شاعر جلیل جان عزیزم بیقرارم. عشقم از این دوری من ناله داری تو، با زنگ تلفنی من انتظار تو. همیشه سرگردان از برای من، خودم میدانم عزیزم دوستم داری تو. دل باخته دوری تو عشقم، میفهمم بی من تو دل خونه عشقم. چشم انتظارتم میدونی عشقم، خستم از این دوری خستم من. بی تو نمیشه که دل بستم من، عهد پیمانم را نشکستم من. با اون خدایی که جانم در دستور، از این دوری منم غمگینم عشقم. از این دوری منم غمگینم عشقم. از پیشت دور شدم من جفا کردم، غمگین نباش تو برمیگردم عشقم. غمگین نباش تو برمیگردم عشقم. جدیدترین آهنگ‌های عبدالله سرداش را شاعر جلیل جان تخاری تقدیم میکند. شماره واتساپش 2090 55 27 14 87 62. فراموش نکنید. رفتی و تو بر من غصه غم دادی، از دوریت تو بر من ماتم دادی. منو ببخش که دلت را شکندم، انتظارتم تا خودت برگردی. عاشقتم دخترک تخاری، دوستت دارم دخترک تخاری. دلت را غم کردم دورم ازت، هستی جان و دلم دخترک تخاری. عاشقم کردی و رفتی از پیشم، دلم و بردی و رفتی از پیشم. باور دارم با تو میای باز پیشم، از روزی که رفتی دلگیرم عشقم. حال روزم خوب نیست برگرد با پیشم، دلمو نشکن تو بیا با پیشم. با اون خدایی که جانم در دستور، از این دوری منم غمگینم عشقم. از این دوری منم غمگینم عشقم. از پیشت دور شدم من جفا کردم، غمگین نباش